شما میتونید از طریق بازی کردن، دیدن ویدیو، انجام دادن و حل کردن نظرسنجی‌ها و با انجام دادن تسک‌های کوچیک به همین راحتی روزانه حداقل $10 کسب درآمد از اینترنت داشته باشید. سلام، خوش اومدید به ویدیو جدید. همونطور که اول ویدیو دیدید امروز قراره بهتون روشی رو یاد بدم که میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن، نصب اپلیکیشن، بازی کردن، دیدن ویدیو و انجام دادن تسک‌های کوچیک یا شرکت توی نظرسنجی‌ها بتونید حداقل روزانه $10 درآمد داشته باشید. تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا این روش رو کامل بهتون یاد بدم. خب، وبسایت امروزمون paidwork.com هستش، وبسایت خیلی بزرگ توی زمینه کسب درآمد از اینترنت که خیلی وقت هستش میشناسمش و نمره 4.5 هم توی تراستپایلت داشته از 25,000 نفر که خیلی وبسایت مطمئنی هستش و خیالتون باید راحت باشه راجع به این وبسایت. خب، اینجا نسخه اپلیکیشنیشو گذاشته، لینک نسخه اپلیکیشنیشو که برای اپ استور اینجا هستش، اینم برای گوگل پلی هستش که 5 میلیون هم دانلود داشته که اگه میخواید تو موبایلتون استفاده کنید از این لینک ها استفاده بکنید. خب، حالا برای ثبت نام کردن توی این وبسایت باید روی رجیستریشن بزنیم و اینجا ثبت ناممون رو انجام بدیم. فقط کافیه که اینجا ایمیلمون رو وارد کنیم، اینجا پسوردمون رو وارد کنیم و یا اینکه از طریق مایکروسافت، گوگل یا اپل لاگین بکنیم، خیلی مستقیم و با یکی دیگه. و خب، حالا بعد از اینکه ثبت نامتون رو انجام دادید وارد داشبوردتون میشید که اینجا هستش. وقتی اکانتتون ساخته بشه که اینجا درآمدتون به یورو نوشته شده و اینجا هم نمودار درآمدی شما و آخرین برداشتیاتون رو اینجا بهتون نشون میده. خب، یه سری این گزینه توی این لیست هستش که بعد از اینکه مراحل کسب درآمد رو بهتون نشون دادم وارد اینا هم میشیم و بهتون توضیح میدم هر بخشو. حالا برای اینکه کسب درآمد بکنیم توی این وبسایت باید روی ارن بزنیم و وارد این صفحه بشین. توی صفحه ارن که هستید چند تا قسمت هستش برای اینکه کسب درآمد بکنید. اگه میخواید از طریق بازی کردن درآمد داشته باشین، از طریق ویدیو دیدن، از طریق خرید کردن، از طریق نظرسنجی کردن و تسک‌های کوچیک دونه بدونه همه رو بهتون کامل توضیح میدم. اولی رو بریم بهتون توضیح بدم پلی گیمز رو. وقتی روی پلی گیمز بزنید بذارید واردش بشیم، خودمون وارد این بخش میشیم که اینجا 5 تا گزینه پلی میاد. خب، که حالا اینا چی هستن؟ ببینید یه سری کمپانی هستن میان به این وبسایت های کسب درآمدی یه سری کارها رو میدن که ما افراد میریم اونا رو انجام میدیم و این وبسایت ها واسطه هستن برای ما و هر کدوم اینا یه کمپانی هستن که بعضیاشون شاید براتون نیاد به خاطر اینکه با IP ایران اکثرشون نمیاد یا با VPN تون مشکل دارن و VPN تون رو شناسایی میکنن و اوکی نیست VPN تون و اینطوری هستش. حالا من یکیش رو براتون باز کردم و بعضیاشون هم یادتون باشه فقط توی موبایل باز میشن یا باید برنامه‌شو نصب بکنید توی گوشیتون، برنامه پیدورکس رو، یا وقتی وارد وبسایتش شدید میتونید استفاده بکنید. الان اونی که برای من باز شده رو براتون میارم و یه سری توضیحات بهتون بدم که چطوری میتونید از طریق بازی کردن و نصب بازی درآمد داشته باشید. خب، ببینید توی صفحه این اصلی که بودید اینجا میگه هر چند امتیاز €1 هستش اینجا. خب، و وقتی وارد این صفحه که بشین میبینید یه سری کارها هستن که 1000 امتیازن، 1200 امتیازن، 3200 امتیازن. خب، اینا رو قرار نیست یه روزه بهتون بده، حالا بهتون توضیح میدم. بعضی هم مثلا کمترن، شاید ببینید این مثلا $3 میشه امتیازش رو حساب بکنیم، این میشه $12، یعنی 1200 میشه $12 تقریبا. بعد و خب ببینید اینا هاردن و درآمد بیشتری بهتون میدن و اینجا هم نوشته که مثلا باید اندروید داشته باشید تا این کار رو انجام بدید. روشون که کلیک بکنید خب ببینید میگه این بازی رو نصب بکن، پلی مثلا این بازی و تا لول فلان چقدر همه کارهاش انجام بده توی 21 روز. خب، و این مقدار بهتون امتیاز میده و اینجا باید ایمیلتون رو وارد بکنید تا لینک مورد نظرشون رو براتون بفرستن تا استفاده بکنید و همین دیگه. اینطور میتونید تسکا رو انجام بدید. مثلا میگه این اپلیکیشن رو نصب بکن و فلان کار توش انجام بده و این مقدار پول بگیر. هر کدوم یه مأموریت و یه
خاصیتی دارن برای خودشون، از خیلی آسون هستش تا خیلی سخت. بعضیشون فقط با ثبت نام کردن، بعضیشون رو باید تا یه لول به خصوصی توی یک زمان مشخص شده ببرید. دیگه خیلی طولانی توضیح ندم چون چند تا بخش دیگه هم هستش. خب این از بخش پلیش بود که هر کدوم خواستید بیاید استفاده بکنید. من این تب رو میبندم و میریم اینجا چه بخش واچ ویدیوز. وقتی وارد واچ ویدیوز بشید وقتی وارد واچ ویدیوز بشید اینجا یه دونه کمپانی هستش. وقتی روش کلیک بکنید بهتون میگه که خب این برای افرادی هستش که موبایل دارن، iOS و اندروید دارن و اونا که موبایل دارن میتونید از بخش واچ ویدیوز هم استفاده بکنید و کسب درآمدتون رو داشته باشید. واچ ویدیوزش هم با دیدن کلیپ های 30 ثانیه‌ای هستش که بهتون درآمد میده. بخش بعدی که میخوام بهتون نشون بدم بخش آنلاین شاپینگ هستش که اینجا آنلاین شاپینگ حالا به درد ما نمیخوره ولی بهتون توضیح میدم که در جریان باشید چی هستش. اگه شما از این کمپانی‌های بزرگ خیلی هم هستند، خیلی هم دسته‌بندی دارن از تکنولوژی تا غذا و فشن و ورزشی. خب تو اینا اگه خریدی انجام بدید توی وبسایت‌ها، مثلا خریدتون $100، اگر طریق این لینک برید 6% بهتون کشبک میده، یعنی 6% بهتون تخفیف میده، یعنی $100 رو منهای $6 میکنه میشه $94. اینجا میتونید تخفیف بگیرید 10% برای سرورهای فایور، کارهایی که توی فایور هستش میتونید تخفیف بگیرید و به درد بعضی از افراد شاید بخوره. گفتم بهتون توضیح بدم این بخشو و اینو میبندیم. خب بخش بعدی فیل اوت سروی هستش که وقتی وارد فیل اوت سروی بشید بازم 4 تا کمپانی هستش که اونی که من باز کردم این هستش، این برین میشه این. برای این کار باید اینجا زبانش فرانسویه، بعد اینجا کلیک بکنید و ترنسلیت تو انگلیش رو بزنید و از فرانسوی به انگلیسی برای ما ترجمه میکنه. اگه خدا بخواد اینترنت با ما یاری کنه، سرعت اینترنت اوکی نبود ببخشید نتونه ترجمه بکنه، خب یه سری توضیح بهتون میدم. روی این باید کلیک بکنید، این رو بزنید و اینجا یه سری سوالات رو همینطوری الکی جواب بدید، اصلا مهم نیست که چی باشه. اینجا یه سوال میپرسه، یه عدد باید وارد کنید که همینطوری یا اصلا مهم نیست، پر کنید و در آخر بهتون یه درآمدی رو میده به ازای پر کردن هر کدوم از این نظرسنجی ها که 4 تا هم اینجا کمپانی هستش. و بخش بعدی هم میکرو تاسک ها هستن که این بخش هستش. میکرو تاسک ها رو باز میکنیم، اینجا 2 تا بخش هستش. میگه خب کورسز به در ما نمیخوره، لازم نیست بهتون توضیح بدم. روی تاسک ها باید بزنید، روی تاسک ها که بزنید وارد این صفحه میشید. اینجا سری تاسک براتون میاره که هر کدوم 14 سنت بهتون درآمد میدن و چند تا الان برای من یه موقع 5 تا هستش، یه موقع 2 تا هستش. الان 3 6 9 12 تا کار هستش، 12 تا 14 سنت. اینجا ما 12 رو ضرب در 14 سنت میکنیم میشه $1.68 سنت. یعنی شما هر کدوم اینا اگه 10 دقیقه وقتتون رو بگیره میتونید توی 1 ساعت تقریبا کمتر شاید نزدیک $2 درآمد داشته باشید که تقریبا میشه 100,000 تومان که اگه دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. حالا کارش چطوری هستن؟ باید یه سری بازی برنامه نصب بکنید و بعدش یه سری سوالات فکر کنم ازتون بپرسه، چون تستینگ هستن، یه سری تستا رو انجام میدید و نظرتون راجع اون اپلیکیشن یا بازی میگید بهشون. روشون که کلیک بکنید میتونید اطلاعات بیشتری راجع بهشون ببینید، یه سری توضیحات بیشتر براتون میده که خب حالا این هم از بخش میکرو تاسکا بود و این هم از بخش ارن این وبسایت. خب بریم سراغ بخشای دیگه که یکی از روش‌های دیگه که ما بتونیم توی این وبسایت به درآمد برسیم بخش رفرال پروگرام هستش. وقتی توی رفرال پروگرام بیایید میبینید یه لینک بهتون میده که میتونید کپیش بکنید و برای افراد بفرستید و هر فردی بیاد توی این وبسایت به $10 اولش برسه، به درآمد $10 برسه، خب اگه زیر مجموعه شما بشه اوکی، و $10 رو برداشت بکنه این وبسایت، چون اون فرد رو شما آوردید توی وبسایت $10 به شما بونس میده. یعنی هر زیر مجموعی که به درآمد برسه $10 بهتون میده و یه درآمد خیلی خوبی هستش، بونس خیلی خوب هستش. لینکش رو کپی بکنید و
استفاده بکنید. بخش بعدی بخش بیلینگ هستش. بیلینگ برای برداشت کردن هستش که شما باید به 10 یورو برسید و این پر بشن. درآمد من 0 هستش و اینجا میتونید توی اد پیمنت متد یک روش برداشتی اضافه بکنید که روش های برداشتش از طریق بانک هستش که به در ما ایرانیا نمیخوره و برداشت بعدیش هم از طریق پیپل هستش که اگه پیپل ندارید کافیه یه سرچ تو گوگل بزنید. یه سری کمپانی ها، یه سری شرکت ها هستن برداشتتون رو انجام میدن، نقد میکنن پول رو براتون و به حساب کارت بانکی شما میزنن و یک مقداری از اون پول رو به عنوان کارمزد برمیدارن. و اینم از این قسمت. و بخش بعدی که حالا ماشاءالله سرعت اینترنت، بیایم توی داشبورد. بخش بعدی بخش ستینگ هستش که اینجا بیایم و خب اینجا میتونید زبانتون رو عوض کنید، کشورتون رو عوض کنید، ارزتون رو عوض کنید که من میذارم روی دلار، عوض شد. و اینجا هم باز زمانیتون رو روی هر کشوری که دوست داشتید میتونید بذارید. این از بخش جنرال. هم از اکانتتون میتونید ایمیل و پسورد رو عوض کنید و اینو روی تمتون رو عوض کنید، دارک تمش کنید. و بخش بعدی هم یوزر دیتا هستش که وای میسیم تا لود بشه بهتون نشون بدم. اینجا هم اطلاعات شخصی خودتون وارد میکنید، اسم و فامیلی و جنسیت و تاریخ تولد و این اطلاعات رو میتونید وارد بکنید. پیمنت رسیور هم که اطلاعات بانکیتون رو میتونید اضافه بکنید و نوتیفیکیشن هم که میتونید روشن بکنید که بهتون نوتیفیکیشن بده یا نه، چه نوتیفیکیشن رو بهتون بده، چه نوتیفیکیشنی رو نده. و سکیوریتی هم اینجا آخرین ورودتون و لاگینتون رو نشون میده توی وبسایت. و بخش بعدی بخش فرکانسی از کوئسشن هستش که توی داشبورد توی FAQ سوالات متداول هر سوالی هر مشکلی داشتید میتونید بیا اینجا سرچ کنید یا اینجا بگردید دنبالش. اینجا راجع برداشتش هستش، اینجا چطوری شروع بکنیم اکانتمون، کسب درآمد ازش و کلی، یعنی خیلی کامله، هر سوالی داشتید اینجا هستش. و اینکه این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. کانال ما راجع به آموزش کسب درآمد از اینترنت، اگه دوست داشتید سابسکرایبش بکنید و زنگوله بغلش رو بزنید که هر ویدیویی که میذارم بهتون خبر داده بشه. و اگه این ویدیو مفید بود لایکش کنید و اگه سوالی داشتید توی کامنت ها برام بذارید که اگه بتونم راهنماییتون میکنم و انرژی مثبت بدید توی کامنت ها به ما. و اینکه ویدیو بعدی فردا هستش، تا ویدیو بعدی که فردا هستش. فعلا خدا نگهدار.